اگه ماشین جوش آورد دقیقاً چه کاری رو باید انجام بدید و چه کارهایی رو نباید انجام بدید. وقتی ماشین جوش میاره یعنی دمای موتور از حالت عادی رفته بالاتر. اگر همون لحظه خاموشش کنید، آب داخل سیستم خنک کننده تبدیل به بخار میشه و فشار زیادی به سیلندر، واشر سرسیلندر و حتی خود بلوک موتور وارد میشه. کار درست اینه که این مراحل رو قدم به قدم انجام بدید. مرحله اول اینه که کنار بزنید، ماشین رو یه گوشه پارک کنید، ترجیحاً جایی که سایه باشه. اگر کولر روشن بود اون رو خاموش کنید، ولی توی این مرحله ماشین رو خاموش نکنید. دلیلش اینه که فن رادیاتور و پمپ آب در حال کار کردنه که دمای ماشین رو پایین بکشه. مرحله دوم اینه که بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه صبر کنید که ماشین در جا کار کنه. اگر آمپر شروع کرده برگشتن، صبر کنید که به حالت نرمال برگرده. اما اگر دیدید همچنان دما بالاست، حالا میتونید توی این مرحله ماشین رو خاموش کنید. و توی مرحله بعدی بعد از اینکه موتور کمی خنک شد، این موارد رو بررسی کنید که دلیل جوش آوردن ماشین رو متوجه بشید. بررسی کنید که آیا آب یا ضد یخ کم کرده یا نه، نشت از شیلنگ‌ها یا رادیاتور بوده، فن رادیاتور کار میکنه یا کار نمیکنه، ترموستات رو بررسی کنید و در نهایت واتر پامپ. نکته مهم اینه که تا قبل از سرد شدن کامل به هیچ عنوان درب رادیاتور یا منبع انبساط رو باز نکنید، چون ممکنه بخار با فشار بالا بزنه و باعث سوختگی شدید بشه.